دیروز یکی از روزهایی بود که ما فوتی سر صحنه کمتر داشتیم، یعنی 7 فوتی سر صحنه اتفاق افتاد. تاریخ 6 رو عرض میکنم و 10 تا هم تو بیمارستان، مجموعاً 17 تا فوتی. خب این نشون دهنده اینه که گرچه یه دونه از اینا هم زیاده، ولی خب اگه مردم رعایت بکنن و هشدارا رو جدی بگیرن میتونیم ما کاهش بدیم میزان فوتی ها رو. از 25 اسفند ماه تا پایان روز 6 فروردین مجموعاً متاسفانه ما حدود 417 تا فوتی داشتیم و 9778 مجروح شدید و بسیار شدید داشتیم. البته تعداد مجروحین تو این مدت بالای 24000 تاست، اما این 9778 رو که عرض کردم جز جراحت‌های خیلی شدیده که منجر به بستری در ICU، بخشای ویژه، قطع عضو، قطع نخاع شدن و متاسفانه از این 9778 مجروحی که از 25 اسفند تا 6 فروردین در بیمارستان تحت مراقبت‌های خیلی شدید هم بودن، ولی به دلیل شدت جراحات از این تعداد تو این روزهای گذشته بالاخره یه چیز حدود بیش از 40 نفر اینا فوت کردن علیرغم همه تلاشایی که شده. این نشون دهنده اینه که خب به دلیل ضعف ایمنی خودروها و این شدت تصادفی که اتفاق میفته و عدم ایمن بودن خودروها، شدت جراحات به قدری زیاده که میتونه باعث معلولیت ها بشه. نکته بعد که من عرض بکنم، جا داره از بانک رفاه تشکر بکنم، چون همکاری بسیار خوبی با ما داشتن تو این مدت و حتما نیازه که از این عزیزان تشکر بکنیم در سراسر کشور و از همین جا هم یک انتظار و یک توقع و یک مطالبه بیشتری داشته باشیم از شهرداری ها و شورای شهر و به تبع وزارت کشور که انشالله بتونن شهرداری ها رو فعالتر بکنن برای اینکه حداقل قرار بود بیلبورداشون و این اطلاع رسانی ها رو بیشتر از اینی که هست به ما کمک کنن. بعضی از استان ها و بعضی از شهرداری ها خوب عمل کردن، ولی خب عمدتاً ما دچار مشکل هستیم تو این زمینه. این انتظار داریم که هم از وزارت راه به خاطر بیلبوردهای بین راه و جاده که بیشتر اختصاص بدن به بحث نه به تصادف و اطلاع رسانی به عزیزان. نکته دیگه‌ای که من توصیه دارم به رانندگان و حتی همراهان این عزیزان، ما در پزشکی یک اصطلاح داریم به اسم میکرو اسلیپ یا همون چرت زدن خودمون. در حقیقت بعضی از افراد بنا به دلایلی حین رانندگی باعث چرت زدن یا این میکرو اسلیپ شاید چند ثانیه طول بکشه